در خیابان رودکی پایتخت باز یک طربخانه دیگری زیربگ افتتاح گردید. در طربخانه اویلوی زیربگ بیشتر خوراک‌های ملی تاجیکی آماده و پیشنهاد کرده می شود. طربخانه زیربگ تا امروز آشی پلو تاجیکی را در یک قطار نمایشگاه‌های بین‌المللی به جهانیان معرفی نموده غالب چندین کرته آزمون شهری بهترین طربخانه گردیده است. در طربخانه زیربگ صفت خدمترسانی به میزبانان و ساکنان و مهمانان پایتخت و سیاحان در سطح بلند براه مانده شده است. اکنون ساکنان و مهمانان پایتخت می توانند از شرایط و امکانات‌های طربخانه نو برای فراغت خویش استفاده برند. در طربخانه امکان است که در یک وقت تا 200 نفر مشتری خدمت رسانیده شود. خوراک‌ها در این طربخانه از طرف آشپزان ماهر وطنی آماده می‌گردد. در طربخانه همچنین خورش و شیرینی‌ها با طعم و لذت خاص تیار و پیشنهاد میزبان می‌گردد. مسئولین طربخانه را در دایره دستور سفارش‌های رهبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با هدف رشد سیاحی گاسترونومی، بلند برداشتن خدمترسانی به مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی و معرفی فرهنگ بلند مهمان‌نوازی تاجیکانه و پیش از همه تأسیس جایهای کاری بنیاد نمودند. همه خادمان این طربخانه از کورس‌های آموزش مهمان‌نوازی و رقابت در تجارت طربخانه‌داری گذشته در آرایش تالار و اتاق‌های طربخانه‌ها، طرز و اصول‌های آرایش دسترخوان و پیشنهاد خوراک و شیرینی‌ها، تشکیل بانکت‌ها در مجموع به معیارهای بین‌المللی رسانیدن سطح خدمترسانی مهارت بلند کسب کردند. در این طربخانه طرز دسترخوان آرایی، خدمترسانی پیشخدمت، مناسبت پیشخدمتان و مسئولین طربخانه‌ها با میزبان، طرز درست آرا دادن دسترخوان با محصولات خوراک‌ها و استفاده صنعت بلند آرایشی، غایه‌های مختلف سرآشپز و دیگر نشان دهنده‌ها به نوبت گرفته شده، همزمان محیط طربخانه نیز خوشایند و دلپسند است. سیاحی گاسترونومی نوعی سیاحت است که ضمن آن جهانگردان به دیگر دولت و منطقه‌ها با مقصد شناسایی با طعم‌های محلی و خصوصیت و عنعنه‌های پخت و پز می‌روند. این نمود سیاحی در تاجیکستان سالهای اخیر بیشتر رشد نموده است. در این زمینه خطرهای سیاحی تشکیل کرده شده. سیاحان با عید و فستیوال‌ها شناس می‌شوند و از خدمترسانی آشخانه و طربخانه‌ها وسیع استفاده می‌برند. خوراک‌های ملی تاجیکی در جهان مشهور بوده. صنعت پخت و پز خلق تاجیک دام 100 ساله‌ها زیر تاثیر تاریخ غنی تشکل یافته است. خوش یک که زیربگ نام دارد. محصولات ما از برنج، از سبزی سرخ زرد یک جای کرده شده است. این چنین برنجی ما برنجی لازم میباشد. ما با همین آش طربخانه ما نام برآورده است. طربخانه ما در نزدیکی کوچه رودکی در نزدیکی اپرا بالت وجود دارد. با این طلب میجوزان ما همین دوم طربخانه ما رو تشکیل کردم. طعم‌های گوناگون و دسترخوان آرایی و مهمان‌نوازی تاجیکی سیاحان را همه وقت در حیرت می‌گذارد. در بین خوراک‌های ملی تاجیکی آش پلو جایگاهی مخصوص دارد. آش پلو تاجیکی سال‌های اخیر در فستیوال‌های بین‌المللی نیز معرفی گردیده خارجیان از طعم آن لذت می‌برند. سیاحانی که برای سیاحی گاسترونومی به تاجیکستان می‌آیند با آنها طرز آماده نمودن خوراک‌های ملی خلق تاجیک از جمله آش پلو خیلی عجیب می‌نماید.